کهنجشن همزاد فرهنگ و تمدن ما ایام نکوی سال نوروز خجسته جهانی را مردم صاحب خرد و روشنای جماعت دهات محمدالله عبداللهی ناحیه ونج ولایت مختار کوهستان بدخشان هم چون ساکنان صاحب فضیلت سرتاسر کشور آباد و آزادمان تاجیکستان با شکوه خاص عیدانه در دهه دشت راغ با درودهای بهارانه و نوروزی در فضای آرام و آسوده برخوردار از شهر استقلال وطن استقبال نمودند. بزمگاه آراسته نوروزی جماعت دهات محمدالله عبدالله چون بیانگری رمز بهار و زیبایی ایام گلشکوف با گستردن سفره پرفیض و بابرکه کهنجشن اجدادی نوروزی ساکنان روشنرای دهات به مرض تماشا گذاشتن محصول زحمت اهل پیشه هنرمندان کشاورزان دستاوردهای هنری طی سالهای رشد دهات سیاحی و هنرهای مردمی رمز جشن فرح و شادی هفسین و هفشین طعامهای لذیذ بابایی همچنین نگاره ها از میراث گذشتگان باعث فرهمندی به زمینشینان نوروز خجسته و جهانی در دهه دشت راغ دهات گردید. مردم صاحب فضیلت و روشنرا مهمانانی از دور و نزدیک آمده با چهره های سرشار از مهر و محبت وطنداری پایداری عدالت در پاکبوم بکر و زیبای ما تاجیکستان آباد و آزاد رهایش و لذت از زندگی حسیساز و مسرتبار همایش عیدانه ساکنان دهات دوستان و پیوندان را به هم شادباش میگفتند. ابتدا هیئت نمایندگی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه ونج ولایت مختار کوهستان بدخشان با تشریف قدم ارزانی داشتن به بزمگاه نوروزی از قبول صمیمانه بزمنشینان دهات برخوردار گشته با دیداربینی اهل هنر و فرهنگ نورسان آینده ساز و پخت و پز نوروزی با دعای نیک پیران خرد به جوبراران بابایی حسن آغاز بخشیدند. همچنین سفره آراسته نوروزی اهل هنر کشاورزان و کدبانوان صاحب هنر و روشنرای دهات توجه هیئت نمایندگی مقامات ناحیه را جلب نمود که با حسن خاص دسترخوان آرایی نوروزی درک از برخورداری و پیوند با بقا داشتن با گذشتگان صاحب خرد ما میداد. الهام بخش این بزمنشینی نوروزی سرودن ترانه و شاهبیت ها وصف رمزهای نوروزی هفسین و هفشین با برگزاری خدنسور دوسرویکان دهات به کس حلاوت خاص عیدانه میبخشید. مجلس نشینان ایام نکوی سال نوروز جهانی را رئیس ناحیه ونج جبار قاسم با فرارسی فصل گل که با خود پاکیزگی و گرمی و مهربانی می آورد شادباش گفته سخن چند از گام‌های استوار و با بقا گذاشتن ساکنان دهات در پیشرفت حیات اقتصادی دیار طی سالهای برخورداری از شهر استقلال وطن گفت. قید گردید که برگزاری این عید طبیعت برای هر ساکن صاحب خرد کشور آباد و آزادمان تاجیکستان تازه بنیاد من جمله دهات و دیار ونج افادگر احترام و گرامی داشت به سنت‌های گذشتگان و رواج همکاری‌ها در داخل و خارج کشور بوده ملت ما را به زندگی هستی‌ساز و شایسته شناخت پیشوا به خاطر پیشرفت جامعه سهمگذاری در رشد باثبات دهات ناحیه ولایت کشور هدایت می نماید. در این بزمنشینی نوروزی که یکی از جشنهای پسندیده عالمیان گشته است ایده از فعالان دهات هنرمندان و ورزشگران با تحفه‌های خاطرمان جشن نوروزی مشرف گردیدند که باعث خوشحالی اهل نشست گردید. تنتنه نوروزی دهات را از آغاز تا انجام خدمتگزاری اهل فرهنگ و هنر ناحیه در همبستگی با مکتبیان دهه دشت راغ تراوت تازه نوروزی بخشید که تجسمگری ایام نکوی سال فصل گل نوروز و بهار بود و درک از رسم آیین آریایی میداد و به عیدانه گلشکوف طبیعت دهات محمدالله عبدالله شکوه و شهامت تازه نوروزی بخشید. انجام بخش با اقدام نیک رئیس مقامات خودفعالیتی دهه دشت راغ امردین موسی آراستن دسترخوان نوروزی برای سربازان و افسران قسم سرحدی دشت یزگلان بود که درک از همبستگی و همکاری ساکنان دهات با سربازان شجاع وطن در حفظ مرز و بوم کشور عزیزمان تاجیکستان میداد.